آقای ظریف تحریم شدی، سوال داریم آقای ظریف. هولدان اجازه بدید الکی کلی بازی در نیارید. من خودم میدونم میخواید درباره چی سوال کنید. حتما سوالتون اینه که بعد از تحریم‌های آمریکا تکلیف شیطین ما چی میشه. اولا گفته باشم من خارج از ایران هیچ مال و اموالی ندارم به غیر از اون سویتی که تو سوئیس دارم، با اون آپارتمانی که تو نیویورک دارم، یه ناقابل 20 میلیارد دلارم تو آلمان هست، یه حسابی هم تو کالیفرنیا دارم، آلاسکا هم که به زودی میخریم، اگه خبری شد اسباب کشی میکنیم میریم اونجا. در مورد این موضوع اصلا جای نگرانی نیست. آقای ظریف خدا از دلتون بشنوه، یعنی چی جای نگرانی نیست؟ الان همین اموالتون تو آمریکا که بلوکه میشه. اگه من مالکش اعظمم، این تیریتا جون پارسی مالکش اسقره. تیریتا با این ریش نیمبندش که از من تقلید کرده هوای مال و اموال ما رو داره و به تمامی فنون مالکشی تسلط کامل داره. ای آقا کجای کاری جناب ظریف؟ دوران اوباما تموم شد، این خودش 8ش گران 9شه، یکی باید واسه خود این مالکشی کنه. هولدان اگه دوران مالکشی تموم شده خب خیالی نیست. سپاه پاسداران بیانیه داده تحریم منو محکوم کرده. ای بابا اومدی ابروشو درست کنی چششو کور کردی که سپاه پاسداران هم تحریم تو لیست تروریستیه. ما خودمون به اذن مقام عظمای ولایت همه سران استکبار رو تحریم میکنیم. مقام عظما هم که خودش تحریم شده که. قدرت مقام عظما رو دست کم نگیرید. وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، راکی و رامبو نتواند که جوابم دهد. ولی آقای ظریف شما خودتون چند وقت پیش گفتید اگه بخوان در عرض 10 دقیقه سیستم دفاعی ما رو نابود میکنن. هولدان بابا حالا ما یه غلطی کردیم، یه شکری خوردیم، یه زری زدیم، شما ولکن معامله نیستید بابا. هدف ما از مذاکرات و برجام این بود که آمریکا رو به سطح بالایی از فرهنگ و اقتصاد برسونیم، ولی خب ظاهرا جنبه نداشتن. شما هم جنبه کنفرانس مطبوعاتی ندارید. فکر نکنید 4 بار میگم هولدان خبریا جمع کنید کاس کفشتون رو. منم میرم مدافع حرم میشم پیش حاج قاسم تو سوریه.